اگه فوتبال سینما یه نقطه برخورد با هم داشته باشن، اونجا اریک کانتونا است. یه قهرمان که انگار از وسط فیلم‌های کاپولا توپ فوتبالشو برداشت و به زمین مسابقه آمده. فرگوسن موفقیت زیادی تو منچستر به دست آورد، ولی مطمئناً اولین موفقیتش خرید کانتونا با کمتر از 2 میلیون یورو بود. کانتونا همون سال اول فرگوسن رو به اولین بار قهرمان لیگ برتر کرد و با درخشش اون دوران تازه فوتبال انگلیس با سلطنت من یونایتد شروع شد. کانتونا با وجود اینکه مهاجم کلاسیک نبود، تمام سالهای بازیش تو لیگ برتر بیشتر از 10 تا گل زد. و با منچستری که قبل از اون فقط 7 تا قهرمانی لیگ برتر داشت، تو 5 سال 4 قهرمانی به دست آورد.